چند روزنامه‌نگار تاجیک که نام آنها در فهرست افراد علاقمند به تروریسم بانک ملی تاجیکستان آمده است، با رسانه‌ای کردن بیانیه از رهبریت این بانک طلب کردند که رسما از این عملکرد ناجای خود عذرخواهی کند و در زودترین فرصت در این فهرست سیاه نشر کردهش بازنگری نموده، از جمله نام‌های این روزنامه‌نگاران و خیلی از فعالان جامعه شهروندی دیگری را که تاکنون علیه آنها از جانب مقامات قدرتی رسما عیبنامه اعلان نشده و پرونده‌های آنها در دادگاه‌ها بررسی نشده‌اند حذف کند. روزنامه‌نگاران موجوده صاحب نظرova، امرالله نظام، شهرت رحمت الله، همیرای بختیار، محمد شریف عبدالله و بابا رجب خالف در اظهارات خود نوشته‌اند که بر اساس حقوق‌های کنستیتوسیونی خود با طلب عدالت به دادگاه‌های کشور و سپس به دیگر نهادهای بین‌المللی تاثیرگذار به تاجیکستان شکایت برده، توسط وکیلان این پرونده را مورد بررسی قرار خواهند داد. ما جمعی از خبرنگاران و فعالان تاجیک انتشار فهرست افراد علاقمند به تروریسم توسط بانک ملی تاجیکستان را که بالاتر از صلاحیت‌های بانک ملی همچون یک نهاد سودی بدون بررسی پرونده افراد ذکر شده در دادگاه‌ها قسمی از شهروندان کشور را جنایتکاران خیلی خطرناک به جهانیان معرفی کرده است محکوم می‌کنیم. با وجود عدم اعلان عیبنامه توسط مقامات قدرتی، تحقیق و بررسی پرونده آنها در دادگاه‌ها، وجود احتمالی بیگناهی و نهایت صادر نشدن حلنامه سودی در حق ایشان همچون جنایتکاران خطرناک نسبت به بعضی از فعالان جامعه شهروندی و روزنامه‌نگاران نام‌های آنها نیز در این فهرست سیاه درج گردیده است که آن کمال ناعدالتی و بی‌انصافی است. بنابراین ما بر اساس قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این کار بانک ملی را که زیر فشار کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صورت گرفته است، سوء استفاده از مقام دولتی، خارج شدن از محدوده صلاحیت‌های کاری و در نهایت انجام یک جنایت می‌حسابیم. موجود صاحب نظرova روزنامه‌نگاری نامی تاجیک او نیز از امضا کنندگان این بیانیه می باشد، به رادیوی پیام گفت باید کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به جامعه جهانی ثابت کنند که در اساس کدام دلیل‌های موجود، نوارها، نوشته‌ها یا عمل‌های انجام داده شده روزنامه‌نگاران در فهرست بانک ملی تاجیکستان نامشان درج شده تروریست هستند و برای امنیت جامعه خطر دارند. صاحب نظرova میگوید ما می توانیم اثبات سازیم که عملهای پولشویی را بانک ملی چگونه انجام بدهد و رهبران بلندپایه کمیته دولتی امنیت ملی به جای امنیت کشور به چه کارهای زشت مشغولند. از حکومتی که خبرنگارانش را به لیست تروریستان وارد میکند چرا انتظار شدن ممکن است؟ ما از این حکومت انتظاری نداریم، اما با نشر این اظهارات امید داریم که حکومت خطاش را درک میکند و در این بعد از دسیسه و تهمت نسبت خبرنگاران دست میبردارد، برای فعالیت منتظم و فعالیت شفاف خبرنگاران زمینه مهیا میسازد و در این ضمن آنهایی که امروز میخواهند مشکلات جامعه رو، مشکلات مردم تاجیکستان رو بررسی کنند، دیگر به ترس و هراس میتوانند که سخن خود رو به گوش حکومتداران رسانند و با این اظهارات خود ما بار دیگر به گوش جوانیان رساندنیم که حکومت کشور برای بوقی کردن حقیقت و در ترس و هراس نگاه داشتن مردم از هیچ عمل دست نمیبردارد و وارد نمودن خبرنگاران به لیست تروریستان از تر بودن دامان این حکومتداران گواهی میدهد. در نهایت اظهارات خود این روزنامه‌نگاران تاجیک از جامعه روزنامه‌نگاری، فعالان جامعه شهروندی و حامیان حقوق انسان در تاجیکستان درخواست کرده اند که در این قضیه بی‌طرف نباشند و این کار ناروای بانک ملی را محکوم کنند.